نتیجه قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد آقای موسوی در نشست مطبوعاتی خود گفته که برنده قطعی انتخابات است و هر نتیجه جز این نشان می‌دهد تقلبش قطعا در این انتخابات تقلب شده. اولا انتخابات آزاد به عنوان یک جنبش مطالباتی است که سپاه بیکران آزادی خواهان خواسته اساسی انتخابات آزاد را سر دهند. گذار کشور به دموکراسی به دور از خشونت و بر اساس انتخابات آزاد و صندوق‌های رأی صورت بگیریم. مسئله انتخابات آزاد رو با شرایط برگزاری انتخابات آزاد دو تا چیز و شما مطمئن باشید در انتخابات آزاد اگه در کشور ما برگزار بشه یک انتخاباتی خواهد بود که قدرت از مخالفین از دیکتاتور منتقل بشه به مخالفین آزاد و صندوق‌های رأی. برگزاری انتخابات آزاد مجلس و ریاست جمهوری با حضور واقعی تمام جناح‌ها می‌تواند به خروج از اوضاع کنونی سیاسی کشور کمک کند. این بخشی از اظهارات چهارشنبه گذشته آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای دانشگاه شیراز است. اپوزیسیون در نگاه سیاسی آقای هاشمی چه جایگاهی دارد و مقصود او از انتخابات آزاد چیست؟ ببین ما تقسیم کار کردیم، هر کسی کار خودشون میکنه. بابا داره حرفای خودشون میزنیم. یعنی کسی که منی که به نام مهدی هاشمی مسئول این چیز دیگه هست، حالا اینا من دیر دارم چون اون وظیفه اصلی رو انجام ندادم. حتی یک از مواردی که به من زنگ زد این بود که مثلا وقتی فهمید من دارم میام واشنگتن از من خواست که بیام بر راجع به بحث تحریم کسایی رو ببینم اینجا چه کسایی هستن که بشه حتی تشویق کرد که تحریم‌های سنگین‌تری رو بشه تحمیل کرد که به نظر من این خیلی مسئله عجیبی بود که چجوری ممکنه یک نفر پدرش در قدرت باشه در ایران و بخواد این بحث تحریم رو وظیفه من نیست که ببین وظیفه مردمان مهدی هاشمی این نیست که کار خبری گنده بکنم. من یه وظیفه دیگرم تعریف شده دارم وظیفه‌ام انجام میدم.